سلام قشنگم، سلام قربونت برم، سلام مهربون. قشنگ هست؟ یه لایکی کامنتی. مازیلو داداشمی، یه دونه ستونم، تاج سرم، چه خبر؟ خوبی؟ آقا عشق ابدی 2 شروع شده. عشق ابدی 2 از دوشنبه شروع میشه. فایت 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 گو 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 قط قط قطو. سلامتی چشاتون. میخورم شراب که خرجم دراد. عشق ابدی هیچیش دیالوگ نیست. عشق ابدی یه ریالیتی شوه که همه قیافه‌های واقعی خودشونو نشون میدن. عشق ابدی یه واقعیتی بود که 4 نفر خودشونو بشناسن. عشق ابدی واقعی بود. چاکس. راجع به خوندن و اینا هم بگم، من قرار نیست بیام هی لایو بذارم بخونم. اگه قرار موزیکای منو گوش بدید برید گوش بدید. حالا اگه قراره بخونم زمانی که تایم داشته باشم میخونم. الانم لایو گرفتم به یکی بخوام حرف بزنم، یکی که دماغش کجه، دزده، خیانتکاره، لجنه، بو میده. آره تو تلگرام انقدر راجع من زرزر نکن بچه جون. جلوم که نمیتونستید حرف بزنید. جلوم که همه خاموش بودید، مثل شمع بودید. اینجوری میگرفتم خاموشتون میکردم. قراره چیا ببینید شما تو عشق ابدی؟ قراره چیا؟ عمو نوید زنگنه تاج سرم، قراره شما تو عشق ابدی چیا ببینید؟ یعنی جرقه قراره ببینید. حتما عشق ابدی رو دنبال کنید، چک کنید، نگاه کنید که التیماتوم دادم دیگه، اومدم. وایسو مگه الکیه یه پیج به این بزرگی رو تو بیای بخوای تیم کشی بندازیم؟ اصلا امکان نداره. من اجازه این کارو بدونم. دست بزنم به باسن دوستم. او مای گاد. آره بچه من دوباره حذف میشم. حقیقت داستان من فقط اومدم شاهینو که برم. اومدم بهتون نشون بدم تیم بازی یعنی چی. همون نوید تاج سری بابا، گنگ شمایی داداش، خاکتم، عشق منی سلطان، دلتنگتیم به خدا. علی خدایی اگه دعوا میشه بگو. مگه میشه یه جا علی باشه دعوا نشه؟ همون دیگه باید بشه دیگه. آقا موسی اسماعیل پور تاج سرم، به به چه آدمای درست حسابی دارن میان تو لایو. آقا موسی اسماعیل پور رو همه میشناسید، کسی که واقعا زحمت کشید سر واقعا بدن امیر. حتی مصاحبهش توی مصاحبه‌ای که داشت با اسمش پسر چی بود؟ آیدین، حال کردم. فقط داشت میگفت بابا تو حقی نداری آیدین بخوای راجبش اینجوری صحبت کنی. آقا موسی خیلی چاکرتیم، به زود برات میفرستم بدنم و یه بدن خوب برام بسازیم. آقا نوید خیلی چاکرتم، انشالله که توی زندگیتون شاد باشید. آقا موسی دارم میام دبی و امید این که ببینیمتون داداش یه بدن خوب واسم بسازی. آقا موسی کارش درسته، آقا نوید کارش درسته. آقا پشمک چرا همتون میگید بگید پشمک؟ بابا ولم کن بابا. این دماغ تناز نفرستید تو لایو من انقدر. میشه دماغ تناز اینجا نفرستی؟ 2%. شارژ برقیم 2%، ولی شارژ باطنیم 1,000,000%. کاش میتونستم براتون بیشتر صحبت کنم. بگو دماغ شاهین رو بفرست. دماغ شاهین رو کسی میتونه بفرسته؟ من تو رابطه نیستم. من هیزی تو هیزی. دندونم چه قشنگه، دندونم قشنگ هست. تازه بازی شروع شده بابا، این خبرا نی. بازی داره هارد میشه. داشت گوشی رو بزنم شارژ. آقا دوستتون دارم از صمیم قلب. میسم دماغشو بفرستم.
نوشته کاش تناز انقدر پشتت نبود که الان داری زر میزنی. کجا پشت من بود تناز؟ مجبور بوده پشت من باشه. کجا پشت من بود؟ تو قسمت آخر تناز بر داشت میگفت علی هم میومد. گوز کدوم کونیه که بیاد راجع من اصلا حرف بزنه وقتی من نیستم؟ حالا قسمت جدید پخش میشه میبینی چجوری خواهی مالی میکنه. اونایی که بی احترامی میکنید چند نفر کوچولو موچولوید. خب من دارم میبینمتون 1000 نفر آدم هستن دماغشون برید مواظب خودتون باشید. دماغ شاهین به اجازه آقا برید مواظب خودتون باشید. دوستتون دارم از صمیم قلب. من سرم درد میکنه و این لایو رو بگیرید پخش کنید. من میخوام تبلیغات بذارم فقط با 5 میلیون تومان. 5 میلیون فقط 5 میلیون تبلیغات. بیایم برای بازار تبلیغاتی هم من. تبلیغات به بازار تبلیغات من خوش آمدید. بعد از عشق ابدی 500 کی فالوور فیک میزنم. الان 1 میلیون فالوور دارم اما 2 ماه فالوورام 1 میلیون نمیشن. 1 و 1 تناس. خب همه میفهمن تو دارید ضعیف. آقا آتیلا اومد تو لایو. من لایو قطع میکنم. چاکرم نوکرم. خدا. اگه قراره به حرف زدن باشه خب به حرف یه خانومی که هنوز اله داره روی پوستش میتونی تاییدشو بگیری از دوستش نمیتونیم ما گوش کنیم. ببینید توی دورانی بودیم اونجا تا رفتیم موزیک رو رکورد کنیم. حتی توی استودیو هم همه اون دستنکارا میگفتن بابا این کیه برداشتید آوردیدش. 2 پک مشروب خورده بود نمیتونستی موزیک بخونی. انتر. الان تو تکس موزیک رو نوشتی؟ تو آخه تکس میتونی بنویسی؟ تو آخه از ملودی و فلو و ریتم چیزی اصلا تو مترونوم میفهمی چیه؟ انتر. من هیچی نمیگم. میرید واسه خودتون ولاگ میگیرید. اگر من حرفی نمیزنم دلیلش اینه که به من میگن حرفی نزن، اذیتشون نکن. وقتی تو حرف میزنی اینا ناراحت میشن. الان توی رابطه است. خب اومدن به من گفتن این خانم الان تو رابطه است لطفاً بیخیالش شد چیزی نشد نگو. و بیجا میکنه راجع من دروغ حرف میزنه. اصلا خنده داری. واقعا خنده داری. لوستر خونه من از تو قشنگتره. قسمت 60 واقعا این خانم شبیه جن بود. واقعا قسمت 60 این خانم شبیه جن بود. مثل من خودم دیدم. دوستم اینجا بود تصویر بردارم گفت یا ابوالفضل این کیه؟ وای این کیه؟ لنز وصل کردی چشارم اینجوری کردی موهات شبیه سیاوش کردی شبیه جن شده بودید واقعا. قسمت آخر آرایشا دیگه مبنا بر زیبایی نیست. آرایشا مبنا بر صفتتونه. میدونید کسایی که دارید فیلم بازی میکنید دارید یه کارایی میکنید مردم میفهمن اینا رو. مردم اینا رو میفهمن. بعد برو زیر پستت کامنتاتو بخون. بیار یه بار دیگه فقط یه بار دیگه پر رو بازن پدست نشنوم ها. فهمیدی؟ یک بار دیگه بیادبی کنی میزنم دهنه. بیادب بیادب. دیگه کار بد نکن.